وقت با شاهد مقصود هماغوشم کرد در شب غم زمه بست قدح نوشم کرد بس که گفتم ارنین در طلب روی پدر جلوه وست پدید آمد و مدهوشم کرد امشب پدرم دیدمون میمیرم بی جهت نیست که من ذکر پدر میگیرم خواب رفتم و من در خوابم تو مدینه من رو پاش نشونده بودم برام قصه میگفت بهم گفت آیا میای پیش بابا دیگر هم جدا نشیم یا نگفتم بابا خواب رفتم و من آمد پدرم در خوابم آنکه قصه با اجرش سیاه پوشم کرد بابا کجا بودی ببین لی دخترت را از هر طرف میزد عدو رحمی نداشتن بابا نبود مانع نمیشد بعد زودتر از اینها بابا عممو کشتن بابا از جامی آمدن کلی تازیانه بزنن عمم خودشو سفر بلای ماهی کرد بابا عممو کشتن صدای نازانه به گوش اونا نجیم رسید فرمون داری سر بریدشو براش ببری تا بی بی زینب خبردار شد سراسینه اومن سر راه ما شد چه میخواین کنیم آخه این بچه فقط 3 سال داره تا به دیدن این صحنه ها رو نداره نانجیبا جسارت کردن امام سمون منو ببر فرمود اگه بر کارتون اصرار دارید لاغل برید خودم براش ببرم لذا دادن جامی که سر مقدس عبی عبدالله درون بود آبا بدا جلوی نازان امه من که تام نخواستم امه حاجت تو در این جامه اندب جامو بردای تا چشماش به سر بریده باباش افتاد بابا کدام این بی حیا سرت بریده جسم شریفت را چنین به خون کشیده هر جا که می روی پدر همراه خود مرا ببر فدایم جانم فدا روزی
یزید آمد به دیدارم نترسیدم با وقار کامل مقابلش استیستادم اما بابا لباسم کهنه بود و تنم میزد کنیزانم امه ببین با صورت بابا چه کردم من که ندارم آب بشویم روی بابا با عشق دیدم بدم شویم رخ محبت بابا فدایت جانم فدایت اون نازدانه با این دستای کوچکش که گره های بزرگی رو میتونه باز کنه این خونه با خاکسترها رو از صورت بابا پاک میکن بابا قربون اون دندونای زیبا و سفیدت برم بابا با دندونا چی کردن خرابه بابا سرتا گلوم من بلغانم از آن روزی که تو را بویان شفن کردن به جان خودم رسد منم کفن نمیپوشم یا تو به ما زین العابدین فرمودم نبیا ببین خواهرم از دنیا را سر یه سر افتاده بیبی سر از